حضرت امام خیلی به بنده علاقه داشتن و خاطرات امام تمام ذهن منو انباشته کرده و سعی میکنم بخشی از این خاطرات رو بازگو کنم تا معلوم بشه تو این مملکت کی حرف اولو میزنه. این روز بنده در ملاقات های روزانه‌ای که با حضرت امام داشتم متوجه شدم امام اصلاً به پمپ بنزین مراجعه نمیکنه. بله، بیباکی که از صفات بارز حضرت امام بود. یه روز در معیت حضرت امام وارد یک رستورانی شدیم. گارسون از ایشون پرسیدن که کوبیده میزنی یا برگ. امام با همون رفعت نهفته در چهرهشون فرمودن برگ. علاقه به درختان و محیط زیست هم از صفات بارز حضرت امام بود و امام بعد از آتش بس که جام زهر رو سر کشیدن یه روز در گوشه حیاط نشسته بودن و داشتن گوشه ناخنشون رو با ناخنگیر میگرفتن و گوشه گیری از صفات بارز ایشون بود. یه روز والده آقا مصطفی یعنی همسر مخدره امام به امام گلی دادن و پرسیدن بوش چطوره که حضرت امام فرمودن اوباما بهتره. شوخ طبعی هم از صفات بارز امام بود.